من همیشه نگاه به دلهای ما و شما میکنه، نگاه به جیبها نمیکنه، نگاه به پست و مقام ها نمیکنه. برای رب العزت و الجلال کرامت انسانی مطرحه، نه رنگ و پوست، نه جیب، نه پست و مقام. یه وقتی ابوذر غفاری از دهانش در رفت، به برادرش بلال گفت یبن السودا، ای سیاه زاده، ای کسی که مادرش سیاه پوسته. بلال شرمنده شد، سرش انداخت پایین. خدا رنگ منو سیاه کرده، رنگ پوست من خدا سیاه کرده. چه بسا رنگ پوست خیلی ها سفیده اما زیرش خیلی سیاست. چه بسا رنگ پوست ها خیلی ها سبزه است اما اگر بر خدا قسم بخورن نقاشی های دیگران بکنید، عکاسی های دیگران بکنید، سوژه های دیگران بکنید. من آنم که رستم پهلوان بود. رستم پهلوانه به من تو چی؟ من آنم که رستم پهلوان بود. تو کی میخوای تعریف ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر و زین العابدین و حسن و حسین و فاطمه و عایشه و خدیجه و اینا بکنید؟ خب اونا خوب بودن، پرونده شد، جمع شد، رفت. تعریف اونها باید بکنیم، اونها الگوهای ما هستن. این الگوها باید در ما تأثیر بذارن که ما هم مثل اونها بشیم. خطاب متوجه اونها بوده، متوجه ما هم هست. این پیرمرد واقعا من رو تکون داد امروز. اولاد مثل دعای پیغمبر در حق امتشه. بترس از دعای مادر و نفرین مادر. چند بار به مادرت گفته ای پیرزن؟ دختره حالا دیپلم گرفته، دانشگاه داره میره، پاش رو پا انداخته، مثل یک نوکر کنیز به مادرش میگه خوراک درست کن، خوراک بیار، لباسم اتو بکن، لباسم بشور، من دانشگاه دارم میرم. یکی از علامات قیامت ان تلد الامة ربتها، این که بیبی کنیز بیاد بیبیشو به دنیا بیاره. سوال کردن تعجب، کنیز چطوری بیبی به دنیا میاره؟ گفت در آخر زمان دختری که باید اطاعت و احترام مادرش بکنه برعکس میشه، مادر باید اطاعت دخترش بکنه. حالا شده داره میگیم ولی بچه‌های فقیر رو با آب دینیشون بغل میکنن، بچه‌های بیمار رو بغل میکنن، آب دینیشون سرازیر کت و شلوارشون لباسشون میشه، ولی بچه رو به زمین نمیذاره. اینا بزرگن، امیر القوم خادمهم. تنها یک راه برای آقایی اسلام معرفی کرده، اونم خدمتگزاری است. اگر میخواید سروری بکنید، کرسی بزنید رو دل مردم، تو دل مردم رو اون کرسی، رو اون صندلی بنشینید. بعضی مسئولین، بعضی کرسیداران به جایی که به اون صندلی و پست و مقام هویت بدن، هویتشون از اون صندلی و پست و مقام میگیرن. در نتیجه اسم دخترها فاطمه، زهرا، خدیجه، عایشه، اما سر عروسی ها میرسه. اسم علی، حیدر، ابوبکر، عمر، اما شراب میخوره. چه مصیبتی و چه آفاتی به این مغزمون و دلمون رسیده. ای مسلمانا، از خدا بترسید. بترسید از روزی که نه مال، نه اولاد، نه پست، نه مقام، نه کارت بازرگانی، نه منطقه آزاد به دادتون میخوره، به دادتون میرسه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، این کلام خودشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله